مدیریت فایل های صوتی در ادیوس. توی این نرم افزار یک سری مدیریت های خیلی کاملی روی فایل های صوتی هست. من دو فایل صوتی اینجا درگ کردم، برای شما اوپن کردم. من میام این رو میذارم توی یکی از ترک ها، مثلا ترک 1 و پس از اون یکی دیگر رو هم توی به فرض مثال ترک دیگه ای. خب ببینید که به صورت دیاگرام نشون داده میشه، هر دو صوت اینجا نشون داده میشه و میتونیم ما ببینیم این رو. خب هر صوت 100% زمانی که وول فعال باشه و هم ولوم، میتونم سطح شدت رو کم کنم. اگر پن فعال باشه میتونیم بگیم به کدوم جهت باشه. ببینید این به سمت باند سمت چپ و راست میتونیم جا به جا کنیم. ببینید وقتی که R 57 و 89%، ببینید همینطور که بیارم R 80، ببینید سمت یکی از باند ها میره. پس اگر این رو من انتخاب کردم، این قابلیت در حقیقت پن مربوط به جابجایی بین باندها هست، بلندگوی چپ و راست. ولی اگر ولوم باشه، ولوم در حقیقت شدت صوت رو کم میکنه و هیچ تأثیری این صدا رو کلا قطع کنه و به باند هیچ کاری نداره و باندها هیچ تأثیری نخواهند داشت. خب این اولین آیتم بود که آشنا شدیم باهاش. من حتی اگر اینجا کلیک راست کنم میتونم هاید ویو فرم رو بزنم و این حالت رو ازش پنهان کنم، یا بالعکس این رو دیسپلی رو ببینید فعال و غیر فعال کنم، دیسپلی و هاید هم که اینجا وجود داره. خب میتونیم این رو باش مدیریت داشته باشیم. البته بذارید من تا اینجا اومدم راست کلیک گزینه‌های اینجا رو بگم. ارتفاع رو میتونم بسنجم اینجا که مثلا ارتفاع این مقدار باشه برای دیده بهتر. میتونیم با کلیک راست و گزینه ارتفاع، حالا این ارتفاع میتونه برای کل انتخاب ها باشه، ببینید فقط برای ترک انتخاب شده باشه. این تخصصی تر میتونه باشه که ما میتونیم جدا جدا اینها رو تغییر بدیم. و اینجا ویو فرم، خب میتونیم اون که انتخاب کردیم رو نشون بدیم، پنهان کردن اون ترک انتخابی رو. همون دیسپلی ویو فرم که خب الان هستش. اد میتونم من ترک اضافه کنم بالا یا زیر ترک انتخابی، من میتونم یکی اضافه کنم. داپلیکیت یک کپی از روش گرفته میشه. در حقیقت داپلیکیت یک نوع کپی هست و از روی این ترک یک کپی ایجاد میشه. موو من میتونم این رو جابجا کنم که این رو یکی بالاتر جابجا کنه یا یکی به عقب‌تر یا زیرتر جابجا. میدونید که اونی که بالاتره خب تاثیر بیشتر داره. خب دلیت هم که خب دلیت انتخابی و دلیت کلی. رینیم هم که تغییر نام هست. من به فرض مثال این رو میتونم موزیک متن بنویسم خب و اینجا تاییدش کنم. این قابلیت هم که باعث همون قطع شدن صوت میشه که با کلیک راست این سمت هم با وی ماوت یا همون میوت در حقیقت همون ولوم میوت که قطع کردن صوت از شیفت و وی هم میتونه کلید میانبرش باشه. خب این از این. من میام سایز رو باز دوباره کم میکنم. ببینید ارتفاع رو حالت طبیعی برمیگردونم. حالا من اگر بخوام لنگر بذارم، خب لنگرها رو یاد گرفتیم که ما میتونیم به راحتی لنگر اینجا بذاریم و این لنگرها رو به دلخواه پایین بیاریم. اگر بخوام یک محدوده رو پایین بیارم میبایست به این شکل عمل کنم. ببینید دوتا لنگر بذارم که محدوده پایین تر بیاد در این لحظه و میام من اینجا رو هم فعال میکنم. خب اینجا رو هم فعال، ولوم رو فعال میکنم برای این قسمت دقیقا در همین راستا. خب من اگر بخوام دقیقا در همون راستا جابجایی رو انجام بدم، میام سراغ این دو گزینه رو. اول دقت کنید این دو گزینه کارشون جابجایی بین ابتدا و انتهای کلیپ ها هست. خب من زوم رو کم میکنم که بهتر درک کنیم و یک فایل، حالا اجازه بدین من عکس بیارم اینجا. میام سراغ دراو خودمون جی ادیوس 6 فایل پروژکت و اینجا یک سری عکس ما داشتیم. این عکس و این هم یک عکس دیگه. این عکس رو مثلا اینجا انتخاب میکنم و اینجا قرار میدم عکس رو. خب اینجا آزادتر قرار میدم به جای ارتباط نداشته باشه. خب حتی میتونم این رو بزرگتر بکشم که مشخص باشه. خب اگر من از این گزینه استفاده کردم، ببینید جابجایی انتهای اولین قطعه. دوباره اگر بزنم ابتدای اولین، دوباره نزدیکترین به خودش، ببینید باز دوباره ببینید به اینجا رسید و 100% بعدی به انتها میرسه. پس این بین قطعات اتوماتیک جابجایی رو انجام میده. خب
حالا ما میتونیم بیایم اینجا و یک سری عملیات دیگه انجام بدیم. ببینید همینطور که من هد رو جابجا میکنم، من اجازه بدید زوم رو بزرگتر کنم که بهتر درک کنیم. باز بیشتر میکنم زوم رو. خب این ناحیه رو من بزرگ نمایی کردم برای شما. بین حالا مثلا به فرض مثال اینجا الان در حقیقت 2.29 هست، من این رو جابجا میتونم بکنم. خب و اینجا من این رو روی 3 قرار میدم، این رو اینجا قرار میدم، این رو جلوتر میبرم. خب این رو روی 3 دقیقاً. حالا 3.24 صدم هست، حالا 24 صدمش حالا به جایی اجازه بدین اون رو هم تنظیم کنیم که 3 فیکس بشه. ببینید دقیقاً توی 3 فیکس من این رو قرار میدم. خب این الان دقیق شد و این انتها رو هم دقیقاً روی 9 میخوام قرار بدم. من روی 9 میذارم و این رو درنگ کنم، میچسبونم اینجا، چون خاصیت چسبنده داره پس ما با کلر راحت میتونیم چسبندگی رو اینجا مدیریت کنیم. خب حالا این وسط پایین اومده، من میام و در حقیقت این پایین رو هم میخوام به همین منوال انجام بدم، منتها بالعکس اینجایی که این کم میشه اینجا زیاد بشه. خب من میتونم با این استفاده کنم، جابجا کنم و بزنم. ببینید اینجا باز دوباره میارم چون چسبندگی داره میچسبه، حالا باز این رو تو هم راستا میزنم و اینجا رو بالعکس عمل میکنم. خب اینجا باید بیاد بالا، پس من این سمت رو پایین بیارم و این سمت رو. ببینید اینجا بالعکس اون عمل کنه، همینطور که شدت کم میشه اینجا زیاد میشه. خب و ترک صوت زیری پخش میشه و اینجا هم بالعکس این اتفاق میفته. یک لنگر، باز این رو میارم این طرفتر، یه لنگر دیگه و باز میام و این سمت رو حالا پایین میارم. خب و تا انتها پیش میرم، من تا انتها پیش میرم و انتها رو هم به پایین هدایت، چون من فعلا نیازی نداریم. خب این رو هم بزرگتر میکنم، باز بزرگتر که بهتر ببینیم. باز این رو خب حالا وقتی که من اجرا کنم اینجا ببینیم همونطور که اجرا میشه، ولی الان قطع میشه صوت. ببینید پس این تیکه ای ایران فعال شد و بعد خب حالا من میام رو به جلوتر هدایت کنم، به فرض مثال اینجا و پلی میکنم. خب من میخوام به جای هدایت کنم که خواننده شروع به خوندن میکنه. ببینید با این گزینه به جلو سریعتر انتقال میدم. بله این از ببینید اینجا در حقیقت. خب از 4 ما از اینجا دقیقا شروع میکنیم، دقیقا حالا یک چند صدم یک ثانیه عقب‌تر. من میخوام از اینجا به فرض مثال یک اتفاق دیگه بیفته و بر اساس اینجا هست که تصاویر بعدی بیاد، کلیپ های بعدی بیاد، اتفاقات بعدی بیفته. میام و یا از منوهای اجازه من پیداش کنم توی این منو از گزینه مارک. بله اینجا میتونیم ما بیایم و اد مارک بزنیم با کلید میانبر وی. خب یعنی در حقیقت من بیام اینجا و یک بار وی رو فشار میدم، همونجا برای یه مثلثی قرار میده. این مثلث میاد برای ما شروع میکنیم، میگه آقا این حواستون باشه که از اینجا ما شروع کردیم، یک علامت گذاری و مارکی رو اینجا قرار دادیم. خب حتی با کلیک راست هم فکر کنم اینجا بله اینو کلید میانبر وی ست سکونس مارکر که اگر دوباره کلیک کنیم کار حذفش رو انجام میده. حتی با اینجا هم میتونیم حذف رو انجام بدیم که آل باشه فقط اون که انتخابه. خب و بعد با صوت رو اجرا میکنیم تا جایی که
ببین تا جایی که خونده و بعد از اونجا به بعد رو میتونم دوباره چیکار کنم؟ قطع کنم. به فرض من تا اینجا رو نیاز دارم، باز میام سراغ مارک کلید وی رو میزنم روی صفحه کلید، بعد علامت بعدی رو میزنه. خب حالا اینها کمک میکنن به ما برای درک بهتر. من میدونم از اینجا تا اینجا مارکر اول تا اینجا رو باید چیکار کنم؟ جابجایی داشته باشم. حالا اگر این وسط من کلیک راست کردم، حتی میتونم go to next sequence marker که shift و page down هست. ببینید من میتونم با اینها عمل جابجایی رو انجام بدم. شیفت و پیج داون رو اگر بزنم روی صفحه کلید، پیج داون ببینید بعدی قبلی، ببینید پیج آپ و پیج داون رو که بزنم بین این دو دقیقاً جابجا میشه. پس این هست رو هم داره که برای ما اینها رو پیدا کنه. خب بس اینه برای علامت گذاری. حالا توی این علامات میتونم لنگرهای خودم رو به صورت دقیق و دستی ببینید اینجا ایجاد کنم و روشون مدیریت لازم رو داشته باشم. باز شیفت و پیج آپ، بعدی میرسه، باز لنگر بعدی رو میزنم و بعد اتفاق بعدی رو روش مدیریت میکنم که خب هر چقدر که نیاز داشته باشیم تغییرات لازمه رو میدیم. خب پس اینم از مارکرها، اونی که انتخاب شده به صورت سبز هست و حالت عادی هم که به صورت قرمز هست و اگر موس روش حرکت کنه زرد میشه. حالا اگر کلیک راست کردیم ما میتونیم به بعدی قبلی با این دو گزینه جابجا بشیم و باز کلیر هم که باعث پاک کردن میشه. تمام این قابلیت ها توی منوی، اجازه بدید برای شما پیدا کنم، منوی مارکر اینجا وجود داره که اینجا ما قسمتی از اون رو میبینیم که میشه باش ادیت مارکر هم انجام داد. ببینید حتی من میتونم اینجا روی زبانهای مختلف توضیحات هم بنویسم. به فرض مثال الان اینجا به فرض مثال می نویسم شروع، به فرض مثال برش، من شروع برش رو می نویسم و اوکی میکنم اینجا. ببینید بعد که این هد به اینجا رسید توضیح من رو اینجا نشون میده که فوق العاده این ترفند حرفه‌ای هست و من حتی میتونم اینجا هم اجازه بدید توی راست کلیک وجود داره مارکر، نه اینجا وجود نداره، باید برم توی همون مارکر و ادیت رو بزنم. ببینید ادیت رو اینجا هم میتونم ادیتش رو فعال کنم و اینجا مثلا به فرض مثال اینجا شروع تصویر یا شروع خواندن، شروع، حالا به فارسی هم راحت میتونم بنویسم خواندن ترانه یا آهنگ، فرق نمیکنه. خب اوکی میکنم این رو، ببینید اینجا نمایش میده. حالا با شیفت پیج آپ و پیج داون ببینید برش از اینجا هست، این هم از اینجا هست، اون آخری هم توضیحی براش درج نکردیم. خب پس از اینا ما کمک میگیریم برای ویرایش خیلی قوی و قدرتمند دقیقاً صوت. باز حتی قابلیتی هم که اینجا داریم، ببینید اینجا اد مارکر تو این، ببینید ما میتونیم مارکر تو این هم بزنیم، یک سری مارکر تو این هم بزنیم، یعنی کل محدوده رو هم به این شکل میتونیم ما به این شکل محدوده ای بدیم. ببینید من این محدوده رو میتونم حالا جابجا کنم، ببینید از اینجا تا اینجا. پس من هم به صورت نقطه‌ای میتونم تعریف کنم و هم به صورت محدوده‌ای. ببینید از اینجا به فرض مثال تا اینجا یک اتفاق اینجا بر اساس صوت یا تصویر بیفته. حالا من میتونم این رو بزنم شیفت و پیج آپ و پیج داون رو بزنم، ببینید جابجا بشم. اینجا که رسیدم حالا برم به فرض مثال تصویر خودم رو که این یکی هست مثلا اینجا میچسبونم، ببینید این رو میچسبونم که این کمکم میکنه که من از بین دو محدوده این عمل رو به راحتی انجام بدم. خب پس اینها حسنایی هست که مارکرها دارن و بسیار کمک کنن توی مدیریت پروژه به ما. خب میخوایم حالا یک سری فیلتر هم روی صوتمون ایجاد کنیم، یک سری فیلتر روی صوتامون ایجاد کنیم. من اگر اجازه بدین این ترک آودیو رو چون باس نداره حذف میکنم و روی این کار میکنیم. البته من این رو هم باز باید کلیک راست کنم و دلیت آل بزنم. خب اگر من توی حالت ولوم باشم یا توی حالت پن، ببینید اینجا حالت پن و ولوم یکی هست، فرق نمیکنه و ببخشید ولوم فقط فرقش اینجا سنتر لفت رایت هست. من اگر این رو انتخاب کنم کلیک راست بکنم میتونم سنتر رو در نظر بگیرم و این خط دقیقا این خط با اون نارنجی متفاوته، آبی رنگه این خط
کلا گفتیم ترازبندی صوت هست که بین دو باند پخش بشه. حالا اگر کلیک راست کردم اینجا میتونم لفت فقط توی لفت باشه یا بالعکس ببخشید توی اینجا کلیک راست یا رایت باشه که میاد این کف، یا حالت سنتر که دقیقا وسط بیفته. حالا اگر من اون ولوم رو انتخاب کردم باز کلیک راست بزنم این گزینه ها دیگه اینجا کاربردی نخواهند داشت، و اگر این رو بزنم اینیشیال آل به حالت اولیه برمیگردن و همه یکسان. حتی دلیت آل هم که خب باعث حذفش میشه. خب پس این رو اینجا متوجه شدیم که ما چطور میشه مدیریت کرد. حالا باز اگر من موو رو انتخاب کنم اینجا، ببینید موو من میتونم بیام اینجا و باز جابجایی انجام بدم. ببینید من اینو 150 میکنم تایم کد رو اوکی. روی اون زمانی که من تعیین کردم در حقیقت یک اتفاق میفته و لنگری رو برای ما اینجا ببینید حالت چسبندگی هم داره دقیقاً ایجاد میکنه. خب من باز اینجا کلیک راست میکنم این بار، ببینید موو تو الاین پوینت من میتونم بین دو نقطه این کار انجام بدم. ببینید باز این رو من 160 میذارم، ببینید 100% یه جا اینجاها این قرار گرفته، و باز میتونم بیام اجازه بدید یک لنگر من بذارم و بعد راست کلیک کنم move to align. ببینید موقعیت این رو میتونم تغییر بدم. حالا move all میتونم همه رو جابجا کنم، میتونیم ما همه رو جابجا کنیم باز دوباره، و move all on scale هم که میتونه بر اساس مقیاس این کار انجام بده. ما کمترش هم میتونیم بکنیم، البته توی صوت باید گوش بدیم. add or remove program، خب add or remove هم که واسه حذف یا اضافه، گزینه delete all هم که هست اینو به حالت اولیه برمیگردونه. خب ما اینها رو ارائه کردیم. حالا میخوایم بیایم و مدیریت کنیم روی جلوه های صوتی. میریم سراغ افکت و قسمت آودیو فیلتر رو باز بکنیم. اولین گزینه دیلی هست. دیلی رو من درگ میکنم و روی صوت خودم رها میکنم. اینجا دیلی اضافه میشه توی قسمت حالا پراپرتیز یا اینفورمیشن. حالا من میتونم صوت رو پخش کنم. خب با دوبار کلیک خب صوت اگه دقت کنید و این صوت البته دیلی به معنی تأخیر هست. ما میتونیم یک تأخیر اینجا میلی ثانیه‌ای 2000 یعنی 2 ثانیه 2 بار میخونه. اگر صفر کنیم یعنی هیچ اتفاقی نمیفته. من جابجا میکنم 2 بار تکرار میشه که بهم میگن دیلی. حالا میتونه اینجا گین، مقدار گینش رو تعیین کنه که فیدبک رو تعیین کنه که بازتابش هست، و صوت شدت اصلی رو اینجا هم کنترل کنه که چه مقداری باشه. خب حتی میتونیم قطع کنیم صوت رو. ببینید خب این از این حالت سمپل رو انتخاب میکنم و درایو میکنم. اجازه بدید من حذف کنم قبلی ها رو یک بار دیگه. سمپل، حالا 2 بار کلیک کنم. این هم مثل همون هست، یک نوع دیلی. پس ما 2 نوع دیلی داریم، یه حالت پیش‌فرض هست، یه حالت با شدت بیشتر که میتونیم این رو هم اضافه کنیم. خب گرافیک اکولایزر خب حالتهای مختلفی داره، باس، هالف و تریبل. باس مربوط به صداهای ضرب و طبل هست، صداهای محکم که با باس کنترل میشه، و 2 بار کلیک تمام این تنظیمات اگر ببینید این قسمت به بالا هدایت شده. خب و من میتونم این رو تنظیم کنم به حالت، ببینید من اگر ببینید شدت صوت خیلی زیاد بشه، اونهایی که سمت چپ هستن باس رو تعیین کنن، صدای ضرب رو افزایش میدن، و اونهایی که سمت راست، هر چقدر به سمت راست نزدیکتر میشیم در حقیقت میاد و صوت رو بر اساس تریبل و صدای ریز رو اینجا این تیز میشه. صداهای ریز از این طریق هست. خب حالا باید حتما اینها رو آزمایش کنید. حتی میتونم این رو همه رو به 0 هدایت کنم پیش‌فرض. اینجا هم دیاگرام اون رو نشون میده. خب پس هر چقدر این سمت بالاتر باشه، منتها باید یه چیزی باید دقت کنیم. ببینید من این رو 0 میکنم، زمانی که 0 کنم رنگ این حالا طیف صوتی که اینجا نمایش داده میشه به صورت حالا سبز رنگ و حد اکثر به زرد میرسه و احتیاط هست. اگر به قرمز رسید یعنی این صوت مشکل داره. حالا من شدت رو یک مقداری بالا میبرم.
ببینید کاملا قرمز میشه. پس این مشکل ساز است، این صوت بیش از حد افزایش پیدا کرده. از این گزینه ها میتونیم کمک بگیریم. پس اولی فقط باس رو کنترل میکرد. خب حالتهای دوم میتونه بیاد و حالتهای بعدی مثلا هاف ولوم میتونه بیاد، حالا حد متوسط رو کنترل کنه. ببینید این حد متوسط هست که اینجا کنترل میکنه. و تریبل فقط صدای ریز رو میتونه اینجا کنترل کنه. ببینید این هم تریبل فقط این قسمت. پس تریبل اینجا میشه، حد وسط اینجا میشه و باس اینجا میشه که 3 تا آیتم داریم. خب این رو هم حذف میکنم من. میریم سراغ بعدی، پارامتریک اکولایزر. این رو درگ میکنم. باز آپشن ها رو ببینید. خب من مقادیر رو ببینید، توی صوت من میتونم موج ایجاد کنم. حتی با اینها هم ببینید خیلی فوق العاده است طراحیش و آپشن های خیلی زیادی رو در اختیار ما قرار میده. حتی میتونیم سطحش رو کم و زیاد کنیم. خب آپشن های زیادی رو در اختیار ما قرار میده. اینم از این. تون کنترل باز هم یه باس داره، یه تریبل که تریبل صداهای ریز، باز صداهای بم هست. این رو انتخاب میکنم، دوبار کلیک. باز این رو هم میتونیم ما افزایش بدیم. این هم زنده تر شدن صوت هست که بر اساس مبنای میتونه برای ما دقیقا ببینید اینجا هم تصویر ما شروع میشه. دزیبل میتونه برای ما انجام بده. خب میایم سراغ بعدی. یک قسمت هم اینجا داریم که دیلی گرافیک. باز اینجا هم در اختیار داریم و امکانات بالانس داریم. مثلا به فرض مثال بالانس در حقیقت میتونه بیاد صوت رو بین باندهای چپ و راست بالانس و جابجا کنه، باند لفت باند راست. ببینید حتی میتونه بین این دو جابجا کنه، شدت رو کنترل کنه برای هر کدوم و این هم به این سمت یا اون سمت، سنتر هم که وسط قرار میده صوت رو. خب اینو باید حتما خودتون تستش کنید. بعدی اینو رو تست کردیم. مثلا اینجا پیچ شیفتر این رو انتخاب کنیم. این هم باز یک کنترل شدت صوت هست که میتونه روش مانور بده. آیتم های زیاد اینجا هست که میتونه روش مدیریت داشته باشه. اینجا هم برخورد بین که این یواش صدا کم بشه. ببینید مثل حالت فیدین و فید اوت که یاد گرفتیم. ببینید به این ترتیب اوج بگیره یا اینجا برخورد پیدا کنن دوتا تو هم دیگه در لحظه آخر، یا اینجا یواش یواش به خاتمه برسه، حالتهای مختلف خطی و گرد، یا اینجا به این ترتیب اولی تموم بشه و بعدی یک مقدار برخورد خیلی جزئی تو شدت کم با هم دیگه داشته باشن که میتونیم تمام اینها رو میشه کنترل کرد. خب اینا فقط مربوط به صوت بودن. آیتم های دیگه هم داریم برای کنترل صوت. اجازه بدید من اینا رو حذف کنم و یک بار دیگه قرار بدم اینجا. ببینید اینجا قرار بدم. حتی میتونم اینها رو هم حذف کنم با دلیت و میایم سراغ بین و این بار آودیو. یکی از آودیو رو توی آودیو 1 قرار میدم و آودیو 2 هم دومی رو قرار میدم. خب این دو آماده هستن. ببینید دو موزیک متفاوت. حالا روی بالایی رو من بالایی رو انتخاب میکنم. میام سراغ زیر مجموعه، اجازه بدید من رو پیداش کنم، ویو. بله آودیو میکسر. آودیو میکسر ببینید باز بکنم که ببینید آودیو میکسر الان داره شدت صوت ما رو نشون میده که اینجا توی کدوم یک از ترک ها ما داریم. یه دونه مستر داره که صدای کل پروژه هست که من میتونم کنترل کنم. حالا من اگر فعالش کنم میتونم این رو کنترل داشته باشم روش که چقدر. پس این صدای کل هست. اجازه بدید من پلی کنم. پس این صدای کله. خب الان هر دو موزیک داره پخش میشه. خب من این رو همینجا میتونم استوب کنم و همینجا هم پلی میتونم بکنم. من این رو استوب میکنم.
خب میام و همینطور که میبینید روی آودیو 1 و آودیو 2 ببینید آودیو 1 آودیو 2 3 4 این ویدیو آودیو که این هست که صوت هم شاید داشته باشه. خب من روی آودیو 1 هم دارم ولی آف. اینجا من این رو میام و انتخاب میکنم ترک رو به فرض مثال و شدت رو میتونم اینجا جداگونه کنترل کنم و اینجا هم آودیو 2 هست باز اونم ترک انتخاب کنم و باز اینجا کنترل هم دارم. ببینید من فقط این رو ببینید من فقط یک باند رو افزایش دادم. به قرمز که برسه یعنی مشکل داره و این صوت شدت بیش از حدی داره. خب این رو کم میکنم و حالا بالعکس فقط اون یکی رو افزایش میکنم. ببینید این هم قرمزه. پس این تا اینجا تقریبا میشه گفت مناسب هست برای صوت. خب پس این رو یاد گرفتیم که بر اساس تعداد ترک های ما این قسمت فعال میشه. اینجا حالت کلی هست. بعد به این قرمزها دقت داشته باشیم که بیش از حد نشه. اگر روشن بشه یعنی مشکل داره. من میگم میدونم این رو غیر فعال میکنم و شدت رو کم میکنم. خب من میتونم یه کاری انجام بدم. به فرض مثال من میخوام هر دو یکسان جابجا بشه. خب میام این رو انتخاب میکنم یکی روش میزنم و این رو هم میزنم. حالا وقتی که این زده شد با هم مشترک میشن. میتونم بگم که به فرض مثال یه ترک دیگه مثلا این قرمز با قرمز این سمت با هم جابجا بشن. خب این دو الان نداریم ما نمیتونیم جابجا کنیم. خب پس اونهایی که با هم دیگه هستن ما میتونم 3 تا آیتم در اختیار دارم که گنگ گفته میشه. اینها رو میتونم با هم کنترل کنم. حالا اگر من این رو کلیک کنم سولو، زمانی که سولو باشه اونی که من درش هستم فعال و مابقی غیر فعال میشن. خب حالا غیر فعال میکنم. ولی اگر بلندگو رو زدم فقط همون، ببینید فقط خودش، مثل اینکه روی اینجا کلیک کردم دقیقا معادل همین هست. پس سولویی که غیر فعال شده یعنی همزمان همه با هم دارن پخشن. ولی اگر سولوی فعال بشه یعنی فقط همون پخش میشه همون ترک و مابقی ترک ها غیر فعال میشه. یه قسمتی هم اینجا داریم که به این سبک نشون میده. ببینید سبک نمایش رو متفاوت میکنه. ببینید من میتونم تغییر بدم. ببینید به این شکل نوع نمایش خطوط و عددهایی که اینجا قرار داره یا من میتونم به این سبک هم اینجا نشون بدم. ببینید اینا سبک‌های مختلفی هست برای نمایش. خب حتی قابلیتی رو هم اینجا داریم. من مثلا اینجا میتونم بگم این رو به این سمت. الان توی باند فقط باند سمت، ببینید دقیقا فقط باند سمت راست من داره کار میکنه. معلوم من در حال گوش دادن هستم. اینم باز باند سمت راست هست و این یکی رو میتونم باند سمت چپ هدایت کنم. در این حالت یک باند یک ترک رو پخش کنیم و باند دیگه ترک بعدی. و اینجا هم که صوت کلی هست، شدت رو هم که اینجا میتونم من کنترل داشته باشم. خب این هم از قابلیت هایی که اینجا وجود داره. خیلی قابلیت های زیادی هست و اینجا میتونیم کنترل داشته باشیم. خب نرم افزارهایی هستن که کمک ما میکنن برای ویرایش صوت. یکی از اون نرم افزاری که خیلی ساده و پر کاربرد هست نرم افزاری تحت عنوان کول ادیت که من اینجا ستاپش رو آماده کردم برای شما. ببینید کول ادیت حالا 2000 هست و البته 2001 هم فکر کنم باشه. یک سریال نامبرش رو باز بکنم ببینیم سریالی نداره اینجا. ببینم نه. خب نه سریالی پس اینجا یا شاید جلوتر هست. نه اینجا نداره سریال. خب بهتر من اجرا کنم. نکس اینستال. فوق العاده ساده است نصبش. accept continue next select all میکنم همه فرمت های صوتی رو پشتیبانی کنه. ببینید باز next منتظر میشم تا نصبش انجام بشه. کول ادیت پرو یکی از نرم افزار فوق العاده ساده. البته نرم افزار خیلی زیادیم تو زمینه صوت. مثلا نرم افزار کول ادیت یکیش هست. نرم افزار ادوب آدیشن خب نرم افزار بعدی هست. نرم افزار نوئندو باز نرم افزار قدرتمندی هست و نرم افزارهایی که تو این زمینه میشه کار کرد دیگه. میتونیم نرم افزار FL استودیو هست که اون هم قدرت خیلی زیاد داره. یک سری نرم افزار ساخت موزیک هم داریم که به اونها نرم افزار مثل
دنس ایجی، اینا ساخت موزیک هست که قطعات نوت‌های آماده موسیقی و قطعات رو در کنار هم قرار میدیم و یک موزیک به صورت دیجیتال میتونیم بسازیم. خب این نرم افزار هم قدرت خیلی زیادی داره. این نرم افزار اونقدر قدرت داره که میتونه هر نوع فرمتی رو تبدیل کنه، جلوه های فوق العاده ایجاد کنه و فوق العاده هم ساده هست. ما بهتر میدونیم که بیایم توی این نرم افزار طراحی و ویرایش صوتمون رو انجام بدیم و سپس ویرایش شده رو توی نرم افزار ادیوس یا هر نرم افزار ویرایش فیلمی جابجا کنیم که بهتر بتونیم مدیریت روش داشته باشیم. خب اجازه بدیم تا نصب تموم بشه. بله صوت تموم میشه، من فینیش میزنم. این رو از من میخواد که تمپوری رو در نظر بگیرم توی فولدری با این حجم، درو ای میزنیم و این هم درو جی در نظر میگیریم. دوتا تمپوری برای حجم فایل ها نرم افزار اجرا میشه و یک صوت هم پیش‌فرض برای ما قرار میده که ما به این کاری فعلا نداریم. ما میایم سراغ این گزینه کلیک کنم تا اینجا صوت رو برای من ببینید، تمام صوتایی که اجرا شده که ما به این هم باز کاری نداریم. این رو من میتونم از اینجا کلوز آل کنم و بعد از اون میتونیم بیایم سراغ اوپن و یک ترک صوتی، همون ترک صوتی خودمون رو اوپن کنیم. ادیوس 6 پروژکت. من اینجا اجازه بدیم بخش اینجا آل فایل بزنیم که پیدا باشه. بله اینجا هستش. من رو انتخاب همینجا هم میتونم یک پلی بزنم. بله این آوتو هم که اتوماتیک کار کنه. من اوپن رو میزنم، سریعا فایل من رو اینجا اوپن میکنه. خب و اینجا هم تون صوتی رو نمایش میده. اگر اجازه بدین یکی دیگه هم من اوپن میکنم، یکی دیگه هم از توی این درایو از سالار عقیلی یکی از تصنیف های اون رو، یا تصنیف فرض مثال این تصنیف آواز اوپن میکنم. این رو باز این رو هم ببینیم. پس من میتونم همزمان چندین صوت ببینید. این دیاگرام رو با دوبار کلیک دیاگرام بعدی رو ببینید این دو چه فرقی با هم میکنن. خب حالا ما میتونیم بیایم سراغ این و ویرایش کنیم. ببینید این صوت من شدت زیادی داره، پس این احتمالاً اشکالاتی داره. از کجا متوجه میشم؟ اینجا که دوبار کلیک کنم ببینید تون استاندارد رو و تون کامل رو ببینید چقدر پر هست، یعنی بیش هست. برای همین اون سمت توی نرم افزار ادیوس حالت قرمز فعال میشد. خب من میتونم کل صوت رو با دوبار کلیک این وسط هایلایت کنم، بیام سراغ افکت، بیام سراغ زیر مجموعه فیلتر، فکر میکنم کویک فیلتر، و اینجا قفل رو بزنم لاک بین باند چپ و راست و شدت رو کمتر کنم و اوکی میکنم. ببینیم چه اتفاق میفته. ببینید این یک مقدار کمتر شد. پس من میتونم این کارو کنم، ولی در کل صوت مشکل داره. ولی خب ما تونستیم تون صوتی رو یک مقدار توی کیفیت ما دستی نبردیم، فقط تون صوتی شدت رو کم و زیاد کردیم. خب حالا میام سراغ قابلیت های دیگه. اگر من کنترل تب رو بزنم توی نرم افزار سویچ کردن بین فایل های در حال اجراست. من مثلا این رو بالعکس میخوام با دوبار که افزایش بدم، پس کویک فیلتر رو میزنم، قفلش رو فعال میکنم و یک مقدار به بالاتر هدایت کنم. متا خیلی باید ظریف این کار انجام بدی، خیلی شدید باشه خطوط از محدوده بیرون میزنه و شدت صوتتون خراب میشه. خب این ببخشید آخرین تنظیم روش مونده بود، من این رو بیشتر باید ببرم. بر اساس آخرین تنظیمی کار انجام داد و کمتر شد از حالت نرمال. ببینید یک مقدار افزایش دادم، باز هم میتونیم افزایش بدیم. خیلی احتیاط باید بکنیم که زیاد نشه تون صوتی. پس اگر من صوتی رو داشتم افزایش پیدا کرده بود میتونم کاهش بدم، و اگر کاهش پیدا کرد میتونم اگر کم بود زیاد کنم و اگر زیاد بود اون رو کم کنم. همینجا هم میتونم من این رو پخش کنم. ببینید این خط قرمز رو هم اینجا نشون میده به ما. ببینید در حقیقت زمانی که به قرمز برسه، ببینید این یعنی مشکل داشته توی طول مسیر. پس ما یک قسمت های هم باز زیادی افزایش دادیم. استوب میکنم این رو. پس باز این یک مقدار من کنترل زد میکنم یا آندو رو از اینجا انتخاب میکنم و حالا اگر باز پلی کنم این رو
ببینید الان بهینه شده. خب پس اینم از این قابلیت. حالا اگر من موس رو یواش یواش بالا ببرم، ببینید L انتخاب میشه و حالا من فقط L رو کلیک میکنم. الان فقط باندی که رنگی هست پخش میشه که باند سمت لفت میشه و اگر این قسمت R کلیک کردم فقط این باند. الان صوت از باندای مختلف اسپیکر من پخش میشه و اگر وسط کلیک کردم هر دو. حالا اگر من پایین رو کلیک کردم، دو بار رو قسمت آر کلیک کردم، اون محدود انتخاب میشه و این بالا هم به همین منوال و میتونم حالا دلیت بزنم. البته باید استوب باشه تا دلیت بتونم کنم. دلیت میکنم. ببینید من تونستم یک باند رو حذف کنم. زمانی که ببینید الان یک باند بیشتر ما نداریم. زمانی که صوت من تک باند باشه و هر دو باند یک موزیک و یک صوت رو با یک شدت با یک تنظیم پخش کنه، به اون میگن مونو. بعد زمانی که صوت من به صورت حالت پیشورز از هر باندی به صورت مجزا صوت تفکیک شده ای رو پخش کنه، به اون استریو گفته میشه. پس صوت من تا حالا استریو بود ولی من اون تبدیل کردم به مونو. خب ما یک سری فیلتر خیلی جالب هم اینجا داریم که میتونیم روی اشیاء خودمون درست کنیم. من آندو میکنم باز دوباره که برگرده. بله وسط کلیک کنیم. حالا اگر من یک قسمت رو هم بخوام حذف کنم، به همین راحتی میتونم این رو حذف کنم. خب اگر دکمه وسط موز رو چرخش دادیم، ببینید چه اتفاق میفته. همینطور من چرخش میدم. ببینید تا حتی ما تا ببینید تا هزارم ثانیه رو میتونم کم و زیاد کنم. ببینید من تا هزارم ثانیه رو میتونم برای هر باند به صورت مجزا این رو هم کم میکنم. خب برمیگردم. ببینید فقط یک خط ایجاد کردم که اصلا به این راحتی مشخص نیست. این خطی که من ایجاد کردم یک لحظه شدت کم و زیاد میشه، میتونی روش کنترل داشته باشی. خب حتی من میتونم این انتها رو اگه دقت کنیم ببینید یک ضرب قطع شده. انتخاب کنم، بیام سراغ فیوریت و گزینه فید اوت، دوبار کلیک. ببینید انتها رو. بله انتها تیز شد. یعنی چی؟ یعنی یواش یواش شدت کم میشه تا قطع بشه. حالا برای ابتدای کار هم نیاز دارم انتخاب کنم و فید این رو بزنم. ببینید اینجا از این حالت کوچیک نازک به حالت طبیعی برمیگردم سراغ فیلترها. من اکولایزر رو میام توی این ترک، اینجا رو پلی میکنم. خب استوب، این قسمت رو انتخاب میکنم و حالا میتونم یک سری اکولایزر روش مدیریت کنم. اکولایزرها آیتم خیلی زیادی هستن. ببینید این آیتم ها هر کدوم یک کاری رو انجام میدن و خیلی هم متفاوتن. یک سری نویز میگیرن، یک سری تأخیر ایجاد میکنه، یک سری اکو ایجاد میکنه، یک سری حالت به فرض مثال جلوه های ویژه داره. مثلا من این رو انتخاب میکنم. ببینید تغییرات فوق العاده زیبایی داره. اگر دقت میکردید من گفتم که سمت راست سرعت ریز، الان صداهای ریز افزایش پیدا میکنه و اینجا هم صداهای بم و حالا باس هست که صدای تند اینجا هست و این هم حد متوسط. حالا اینجا پریویو هم داریم. اینجا هم انواع حالتهای مختلف رو ببینید خیلی تنوع داره. حتی باز میتونید به سراغ آیتم های بعدی. هر کدوم از اینها یک سری قابلیت رو برای شما، صدا توی لوله، صدا توی سالن، صدا روی آب، صدا توی سالن سربسته، اینجا حالتهای مختلف خیلی قوی و قدرتمندانه رفتار کرده روی صوت و هر قسمتی رو به صورت مجزا شما میتونی مدیریت کنی. خب دقیقاً اینجا میتونی به صورت یک با پریویو صوت که من پخش میکنم ببینید صدای بم هر کدوم یه حالتی. یکی صدای ضرب رو میگیره. ببینید موج توی صوت میتونیم بندازیم حتی با این قابلیت ها که فوق العاده جالب میشه این کار رو انجام داد. من فقط کافی انتخاب کنم. ببینید من فرض اینجا حالا پریویو نداره اینجا که اجراش کنیم، یا میام توی حالتایی که پریویو داره مثلا این رو انتخاب بکنم. ببینید مثلا این رو پریویو میزنم. ببینید صدا توی سالن پیچیده، ربات، صدای آهنربا، همه اینها
و اینجا هم که میزان تغییرات رو میتونیم تغییر و فوق العاده جالب و ساده. من اوکی که بکنم رو اینجا تاثیر خودش رو روی این قسمت فقط میذاره. ببینید من فقط این قسمت رو تغییر دادم که این خوب صوت رو بیش از حد افزایش میده و این تاثیر خیلی بدی داره روی اجرای صوت من. خب این هم از صوت. حالا اگر بخوام من یک قسمت رو حذف کنم، از اینجا بعد رو میخوام حذف کنم، کافی فقط یک بار دلیت بزنم. من ببینید به همین راحتی دلیت بزنم، انتها رو باز میام اینجا و فید اوت میدم، دوباره کلیک میکنم، فید اوت سریع انجام میشه. بله ببینید این صوت مثلا برای یک ترک بعضی وقتا ما نیاز داریم ابتدا هم خام هست، خام رو هم حذف میکنم. برای بعضی وقتا توی پروژه خودمون ما نیاز داریم قسمتی از یک موزیک یا صوت رو داشته باشیم. خب البته اینجا افکت ها خیلی زیاد هست، با دو بار کلیک روی هر کدوم از اینها پنجره باز میشه و این صوت این حسن رو داره که ما زیاد توی حجم مشکلی نداریم و مشکل توی بیشتر تصویر هست و با دو بار کلیک تمام این تغییرات رو میتونیم همون لحظه اینجا بشنویم و همینطور که میشنویم با پریویو همزمان که میشنویم تغییرات لازمه رو میدیم ما. خب و بعد هم از منوی فایل 100% سیو از رو انتخاب میکنم با پسوند مناسب که در برنامه قابل اجرا بشه، با اسم مناسب ذخیره میکنم. حتی قسمت آپشن هم داره اینجا. توی آپشن اگر اجازه بدین ما این حالات ادوانس رو فعال میکنم. ببینید اینجا تعداد هرتز رو مشخص کنه، چند کیلو به فیت جابجاییشو و نمونه برداری های در هر ثانیه که هرتز بود یادتون باشه که 48000 تا بهتره، ولی ما همون 44100 در نظر میگیریم که فوق العاده کیفیت مناسب هست و بعد هم رو توی پروژه استفاده میکنیم. خب قابلیت دیگه‌ای که میخوام برای شما اینجا توضیح بدم که خیلی جالب هست، من یک نیو میزنم، فایل نیو، میتونم اولا اینجا کیفیت رو مشخص کنم، استریو مونو بودن رو و چند بیت که 16 بیت مناسب هست کیفیت صوت. من اوکی میکنم این رو. ببینید یک فایل خام ایجاد میکنه. حالا میتونم بیام و صوت خودم رو پخش کنم. ببینید بعضی وقتا نیاز هست که من بیام صوت خودم رو پخش کنم، روی یک موزیک اجرا کنم. میتونم روی هندزفری یا هدست کلا بیام و صوت خودم رو گوش بدم. پس از اون میایم سراغ اینجا روی صوت کلیک راست کنیم و اوپن کنترل آپشن پراپرتیز، اینجا اینپوت رو انتخاب میکنیم. ببینیم میکروفون فعال باشه و اوکی میکنیم. خب خوب باید دقت داشته باشین که اینجا میکروفون دقیقاً فعال باشه و اینجا قطع نباشه، میوت قطع نباشه. خب این اولین حالت و بعد از اون اینجا دکمه رکورد رو میزنم، من شروع کنم به صحبت. ببینید همینطور که من دارم صحبت میکنم دیاگرام صوت من داره تشکیل میشه بر اساس کیفیتی که مشخص کردم و من میتونم همینجا حدس بزنم که کیفیت صوت من چه مقداری هستش. خب بعد از که کار تمام شد همینجا استوب میزنیم. ببینید صوت من اینجا ایجاد شده دقیقاً. ببینید چون من میکروفون متصل بود همون لحظه صوت من رو شما شنیدین و بعد هم میتونم این رو با سیو از بیام و توی پروژه دقیقاً استفاده کنم، باز پسوندی رو بهش نسبت بدم، حالا صوتی MP3 یا هر چیز دیگه ای که هست. ببینید حتی MP3 و بعد از که MP3 ذخیره شد حالا توی پروژه خودم رو استفاده کنم و بر اساس این صوت ببینید به صورت دو باند هم ضبط میشه و این دو باند از هم متفاوت و صدا تفکیک شده هست. خب اینم از این قابلیت ها. حتی من میتونم حالا این قسمت رو انتخاب کنم، کلیک راست کنم، کپی بزنم و بعد هم با کنترل تب بیام اینجا مثلا و قبل از این درج کنم برای شما کلیک کنم و کلیک راست گزینه یه پیست داریم، یه میکس پیست داریم، یعنی میکس کردن. این پیست عادی که خب همون رو میذاره، ولی اگر این رو زدم میتونیم شدت باند چپ و راست رو تعیین کنیم. حتی میتونیم بگیم آوره تو هم ترکیب بشه، میتونه جایگزین قبلی بشه، میتونه برخوردار رو مدیریت کنه که میکس رو ما انتخاب کنیم و اوکی میکنیم. در حقیقت اینجا میکس میشه، این تیکه از اول شروع میکنه پخش. ببینید هر دو با هم پخش میشن و قطع میشن. خب
این هم از مدیریت صوت که با هم آشنا شدیم. البته خود نرم افزار ادیوس هم در قسمت اینجا ببینید، در این قسمت ما میتونیم از طریق این از ورودی از طریق این گزینه ببینید همینطور که من دارم صحبت بکنم تون صوتی من رو اینجا نشون میده و من میتونم اون رو کنترل کنم که چه مقداری باشه. ببینید من حتی میتونم این رو کمتر یا خیلی بیشتر کنم. خب پس این هم تون صوتی من هست. حالا ورودی رو میتونم به این صورت یا حالتهای مختلف مدیریت کنم و ذخیره، حتی استارت رو اگر بزنم من این فایل برای من شروع کنه به ذخیره شدن. خب و اند رو میزنم اینجا. خب و کلوز میکنم این رو. پس اینجا هم میتونه صوت من رو تاگل وایس آور دیسپلی، صوت من رو در پروژه صدا کنه و اون رو ذخیره کنیم. خب اینم از مبحث صوت که بسیار مبحث مهمی بود و تونستیم روی اون کار کنیم. حالا میریم سراغ مباحث بعدی.